پیام رهبری شفاخانه کمپلکس ماهان به مناسبت عید سید اضحی. با کمال مسرت و شادمانی فرارسیدن عید سید اضحی را که نماد اخلاص، قربانی و بندگی در برابر فرمان الله متعال است و تمام مسلمانان جهان و ویژه هموطنان عزیزمان تبریک و تهنیت عرض می‌داریم. عید اضحی یادآور فداکاری حضرت ابراهیم خلیل الله و تسلیم پذیری آن حضرت در برابر اراده الهی است. این روز فرصتی است برای تجدید عهد با خداوند، کمک به نیازمندان، تقویت روابط اجتماعی، ترویج ارزش‌های انسانی و اسلامی. آرزو داریم این روزهای مبارک و پرفیض برای همه شما پر از خیر، خوشی، صحت، آرامش و موفقیت باشد. خداوند بزرگ قربانی‌ها، عبادات و دعای همه ما را قبول فرماید و بر زندگیمان برکت نازل نماید. عیدتان مبارک و پر از رحمت. شفاخانه کمپلکس ماهان، همسفر سلامتی.